هو يا ملوي هو دينا بس كي مجتهد مطلق شي معنى دورا نمیدونم بگو مجتهد چند فرقه میشوه مجتهد 5 فرقه میشوه مجتهد مطلق چی معنی داره بگو نمیدونم آخه علم در کتابه علم کتابه در کتابخونه ها کتابای ما در هر جا در خونه ها در بالا خونه های مردم ای ترسکی نبرن بسوزن جا نابودشون کنن 2000 کتاب اینی تبچه جون نیکی آخه همین خیلی بدزوری و بدرشتی قطعی خیلی یک کسی قبیل از یجو که همون یا صحابی کوربت حضرت پیغمبر چیش گفت خیلی آخه برای ایجا بهتر بینید امام اعظم رحمت الله پرسیدن که علم شریعت عوض نکه گفت ده همه مردم ای گفتن امام اعظم این ما شما امام مجتهد پیشوا و صحیح مذهب گفت علم اگر ده یک کس میبود میمرد علم پیغمبر همون خاطی خبر میشید علم ده همه های حضرت امام مالک یک امام پیشوا یک در جامعه در این میخیلی موسی میجمع یک کس یک میخی سوال داد جواب دادن نتونست خب کرد استاد جواب نیافت ایتکر یا آدم دست برداشت که امام مسلمان گفت مسئله این آدم من جواب دادم گفت جواب چی جوابش داد او آدم خسته شد خیلی نوبتم ندادن گپم ندادن او در بالای منبر امام صاحب مذهب مگو امام مسلمان شما همه علم پیغمبر میدونه نه نیمی علم پیغمبر میدونه نه چهار یک میدونه نه ده یک میدونه نه گفت که خفه و خسته نشه من جواب دادم جونی تر خلاص کردم همین مسئله جواب دادگی نه دمون دانشتگیات بگذارم دمون ژورنال دانشتگیات بگذارم یعنی خیلی علم یک این علم صفت خدایی پایان نداره الا قلیل ما تعلمون الا قلیل پیغمبرا رو خدا گفت اندک بدون شما وقتی پیغمبرا رو گفت حضرت پیغمبر با یک روایت فرض بود دعا را در حتی در نماز نافله در درون نماز حضرت ام الحسین وحدتی میگفت ربی زدنی علم و ربی زدنی علم و قر ربی زدنی علم وقتی پیغمبر که با خدا گفت از جبرائیل خطیب ناقل کل علیه السلام گفت و قر ربی زدنی علم بگو ای محمد که خدایا علمی من زیاد کن بگو ای محمد که خدایا پروردگار من مربی من علمی من زیاد کن علمی من زیاد کن غیر همین بود در یگان چیز دیگه مزید اجازه دادگی نیست پیغمبر اوه در یگان چیز در یگان چیز حضرت پیغمبر در قرآن گم کرده در نماز اوه اگر گم کرد نیست در درون نماز گم کرد حدیثه حضرت کبوت میخوان این علینا جمعه و قرآن عجلنا که پیغمبر تعجیل میکرد در و پیش حضرت جبرائیل تکرار میکرد که ای خاطرم نبره فراموش نکنم حضرت خداوند فرمانش کرد این علینا جمعه و قرآن ولا تعجل به لسانک لتعجل انا بله انا همونم که تعجل نکن سرعت نکن که درو تکرار کنم این علینا جمعه و قرآن این همی قرآن ها پرست خیلی آدمی لغادان نباشه اگه میدونه این علینا جمعه و قرآن قرآن به معنای نماز آمده است به معنای قرائت آمده است به معنای کلام خداوندی آمده است به معنای مسجد آمده است به معنای نماز آمده است به معنای ذکر آمده است به معنای دین آمده است برای همین که این قرآن در زمین و آسمان 18,000 عالم چیزی نیست که در قرآن او را ارشاد الهی نباشه نیکی ما از قرآن خدمان دور شدیم موزی همه در نفس مخورد خوراک و پشاک امارت همین ساختمان گفتیم که در یک جمعه آرزو منی دیلت گریسته است که من یه حدیث بگم یا یه آیت بگم یا یه سخن دین شما مردک میگه بیست شما همه تو دارم گپی بازار ما بگم یا دکان ما همون چی کسبه ای نه همون میگه باید بگم یا چی اخبار دروغه اگر رسول الله گفت که کفا للمرء اسما كذبا اذا سمع كذبا یا اسما ان یقول بكل ما سمع هر چیزی رسید گپ دادن بگیرم همین اخبار خودش ما اخبار میگه احتمال صدق هم داره کذب هم داره این اینترنت و اخبارات ها کنیم مش از زیاد دروغای تهمتای بهتانای بسیار مثال گپ ده نیکی همو هر کس همو چیزی دیدگیش میخواد که اگر این خیلی کنی یا پیش من ای سال 90 اوش پیش یا دارم در یا معرکه اگر یا ریش دار میدرامد یا آدم روحانیت میدرامد همون معرکه اراخرش بنگیش دزدش آدم کشش همه خب تمام تو خیستنی همون را خب بود اینا باور کنی این آدابی معرکه چیل بود رفتاری اون مردم چه هر خیل آدم بود نیکی همون آدم مهر سپرد دادنش میشید که همین آدم دین است نماینده دین است مقصد یک گپ زنه همین مقصد حرمت میکن که یک چیز بشنویم یک چیز بفهمیم بازی همون هر کس همون صحبتی خودش همون ولی کلین ویجها هو مولیها همون یا اراده داره یا مشیتی داره اگر نه بچه ای گفتم که ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم اینا میره گفت است اینا
این میره بعضی مفسرها گفته است که ابی تکیت بپرسد خدا انا که این نماز فرض و واجب و سنت و حلال و حرام و دین و شریعت و دعوت بیشتر این است ثم لا تسالون یومئذ عن النعیم. بعضی مفسرها گفتن تکیه از تکیه کردگی در دنیا میپرسد که تکیه که استراحت کردی جان و دمت پشت زدی کو گبزه خیلی آدمای جوان ولی تکیه را نمیدونن که 60 برا 50 60 70 برا بی تکیه 10 دقیقه بشین خیال میونو میشکنه دیگه بی تکیه دیگه نمیدونی این آدم انا برای همین آیا تکیه که پرسند آیا شیر خوردن پرسند کی شیر خوردگی نیست شیری مادر نخورده باشه ای گوه خوردگی ای بزده خوردگی ای گوسفند خوردگی شیری مگزین خوردگی ای شیر بعضیا گفتن که شیر کسی شیر خورده است در قیامت میپرسه ثم لا تسالون یومئذ. بعضیا خوشبو گفتن خوشبو را کی بو کشیدگی نیست یک گل یک عطر یک ریحانه بعضیا خوشبو گفتن شیری مادر در نظر داره مطلق مش شیر بعضیا شیر گفتن بعضیا خوشبو گفتن بعضیا تکیه گفتن مجتهد مطلق چی حضرت؟ مجتهد مطلق حضرت امام اعظم حضرت امام مالک امام شافعی امام احمد حنبل مجتهد مطلق هموی را میگن که از آیت حدیث به دلیل عقل ادراک هدایت خداوندی مسئله را اجتهاد کردن بیانات دادن مستقیم قرآن و سنت میگیرن مستقیم از آیت حدیث اجازه اجتهاد استنباط قرآن و سنت دارن انا مجتهد مو مقید میشه و مقیدش امام صوفی امام مولوی اینه که امام محمد امام ابو یوسف اینا مجتهدن یکی اینا مطلق نیستن اینا مقیدن اینا پیش مجتهدی مطلق نده و خوندگیان انا گپ زبانه زبانه انا بعد اخیرونش می اهل ترجیح میشه اهل ترجیح گفته صاحب هدایت شریف اهل ترجیح در 9.5 سال هدایه را نوشته است یا 12 سال در هدایه شریف را نوشته است در 12 سال روزدار بوده است کسی ندونست است که همین آدم روزدار است طعامش میوردن طعام میمونده است او در فقرا و مساکین تقسیم میکرده است نه 9.5 یا 12 سال هدایه شریف نوشته است حالی در هدایه شریف روایت میگه امام ابن قیم میته گفته است امام جوزی میته گفته است خیلی مایلی گفته است خدا رحمتش کنه این مذهب مسئله در مذهب امام اعظم در هدایه شریف ختم می شود تو ای رد المحتار بگو ای در المختار بگو ای مختصر شریف قایه و هدایه بگو ولی فتواها را بیش قرار بیسته امر فتوا و حواشی مستحب ای تو اگر ای متن ای شرح اگر باشه ای وها اجازت گپ زدن نیست چیزی اگر ای حواش اگر در فتواها و حواشی ها زیدی اگر شرح باشه یا زیدی متن باشه تماما فتوا نمیوه حتی مذهب حضرت امام اعظم بسیار نازکه که مفتی اگر به غیر مذهب خودش فتوا بده ینعزل بنفسه ای مفتیگی بیکار میشه نزد خدا و رسول خدا ای مفتیگی خلاص میشه اگر مفتیه که در خلاف مذهب خودش مسئله رو جواب بده او ضرورت میشه که ای مذهب در مذهب دیگه جواب میده او دیگه چیزای با اینا مختصرا کتاب شهادات ده که مفتی خودش اگر خلاف مذهب خودش فتوا بده این فتواها را گپا را نظر کنه شما بینی کار پیشیده است مراسم یهودی و نصرانیت کفر و کافری و مشرکا برای مسلمان برای همین بسیار 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 احتیاط زمان احتیاط خیر خدای تعالی برای مسلمان یک چیز است برای مسلمان یک چیز است شریعت همه چیز باید بیاری در آیات قرآن مطابق کنی این خیلی آیات قرآن بیاری در چیزی دنیا و رویه و خواهشات و ملت ها و مردم های دنیا تو مطابق کنی این خیلی نیست نه همه ملت مردم ها بیاری باید در آیات حدیث مطابق کنی در دین شریعت مطابق کنی نه که این آیات حدیث بیاری و دین بیاری ابیسمی نه خیلی بعد خیلی که خدای تعالی در پروردگار ترحم کنه در آدم عقیده هاش بسیار بسیار ما با خدمت یکی وقت یا شویه رو سه روز جنگ مینیم قهری مینیم حقارت مینیم خدمت یکی چیزا نمیتونش بس خوردنی در این معرکه ها پر نمیخوری بینن مردم خدمت نمیتونش خوردنیش نمیمونه بعد نمیخوری میگم که خونه سوخته بی توفیقی بدین